سلام بچه ها، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از ماینکرافت. من مهدی رنجو هستم. امروز اومدیم با بازی ماینکرافت اما با مود چینی، نمیدونم اسمش چیه، همه جا اینجوریه. میخوام بهتون نشون بدم چه جای خوشگلی، زیبایی خوشگلی داره و بریم سراغ ویدیو. یادتون نره قلب سفید و قرمزش کنید و منو دنبال کنید. بریم سراغ ویدیو. اینجا یه قصر خیلی بزرگ، میرید داخلش یه آسانسور داره. از آسانسوره که میرید بالا، رفتیم بالا، بعد میاین اینجا خیلی شلوغه. بعد چند تا نقشه هم هست، این نقشه، این نقشه و این نقشه و این نقشه. خوشگل ترین جاش همینه، این آبی تمساحه. میخوام بهتون نشون بدم اونجا چقدر باله. اینجا هم درخته، این فیله. اینجا هم یه در خیلی بزرگه، خیلی بزرگ. بالاش هم یه دونه کفتره، یه دونه عقاب. بعدش این جلو بریم یه دونه قصر خیلی بزرگه که داخلش خیلی خوشگله. بذار نشونتون بدم. ببینین داخلشو، داخل خونه نه حیاتاش، ولی خیلی خوشگله، بزرگه. داخل اینا همش غذاه، مواد غذا درست کردن، گوشت زامبی، اینا کیک، تخم مرغ. اینجا ببینین یه تپه کوه خوشگل، یه عالم خونه. این آدما هم هستن، ببینید. صبر کن. آدما شبیه ویلیجرن، روش بزنی چند تا وسایل میفروشن. بعدش هم یه اژدهای خیلی بزرگ اینجاست. این همون اژدهایی که میخواستیم پیشش بریم. صبر کن. اینا ما الان دم دهن اژدهایی. میخوایم بیایم بیرون از این قصر، بریم بیرون. بعد یه اتفاق خیلی جالب میفته. جالب که نه، ولی خیلی خوشگله. الان از اینجا بریم، یه دونه ریل هست، از اون ریل بری چند تا اتفاقای خیلی جالب میفته. از جای خیلی خوشگل رد میشیم، خیلی خوشگل. ببینید ریل قطار اونجاست. اینا ریل قطاره. اینم کامنت بلا که بزنی ریل قطار بهت میده. ریل قطار نه، این خود ریله، اینی که سوارش میشیم دیگه. ببینید فقط چه چپه شد، چپکی رفتی آقا، برو جلو. ببینید چه باحاله. اونجا همیشه یه ببره. ببینید جلو رو. الان ما داریم روی بدن اژدها داریم ریل بازی میکنیم. ببینید این همون قصر است از بیرون. ببینید چه خوشگله، اینقدر خوشگله. خیلی جاهای دیدنی داره، ولی من بعضی جاهای خیلی خوشگلش نشونتون میدم. ببینید جلو هم این دهن اژدها هست. این هم یک خونه کوچولو که داخلش خوابگاهه. تخت‌ها رو می‌بینید یه لحظه، این تخت‌ها بنفشه. الان میرسیم به دهن اژدها. ببینید چه باحاله. الان یه دور میزنیم، بعد میریم پیش اون اژدها. از این به بعد خیلی باحال میشه. ببینید الان میایم اینجا، بعد پشت سر رو ببینید. به به. از اینجا خیلی خوشگل میشه. جاهای مثل ندر، اندینا رو نشون میده. جای خیلی
خوشگل. ببینید اینجا سیاره است، این کهکشان زحل، ماه، اینا خورشید، اینا رنگین کمون. بعد اینجا اند اینو بزنم ترکیدیم. اینجا هم ندره، ببینید چه خوشگل درست کرده. اینجا هم دروازه ورود بنده، اینجا هم جانگله، اینجا هم قاره، اینجا هم روی آب داریم راه میریم. اینجا هم منطقه برفی. الان تموم شد. الان میایم بیرون از اینجا. الان میایم، چون نیومدیم بیرون، اومدیم. بذار هوا رو روز کنم. یه جای خیلی خوشگل هست کنار، کجا بود؟ پشت این کوه هاست، کنار دره. بذار خودم رو بکشم با یه چیزی، ببری، ببینم خودکشی بکنم باش. اگه خودکشی بکنی یه دونه از یه کوه میری بالا، از اون کوه رفتی بالا، یه منطقه آبی شبیه بیکینی باتله با بسفنجه اینا. اینجا هم خیلی همون شلوغ پلوغه بود. ببینید چه باله، این هم یه درخته، این باحاله. ببینید کله اینو، داخلش رو نشونتون بدم چقدر باله. اینا رو قبلا زدم ترکوندم، آدم بود داخلش. استخونای دایناسور ایناست. این همون دایناسور تیرکس نمیدونم. ببینید چه باحاله. این خیلی بزرگی، کلش نرفته بیرون، همون دراگونه. ببینید چقدر بزرگه. من اندازه ناخن پاشم نیستم حتی. خب از اینجا که میریم بیرون یه طور خوشگل تر میتونیم این طرف رو ببینیم. خب بذار خودکشی کنم، همونجا رو نشونتون بدم. خیلی باحاله. یه قصر خیلی بزرگ سفید، بعد یه قصر طلایی، خیلی باحاله. الان من دنبال ببرم که منو بیاد بکشه. ببر که فعلا نیست، بیا از ارتفاع بیفته. انقدر باحال. اونجا آب دریاست، همش قایق داره، همش قایقه. از کوه باید رد بشیم. از کوه رد شدیم میرسیم بهش. اینجا هم از یه زاویه دیگه است. سبکان برم بالا، این نوک وای بستم. الله اکبر. آها همینو بخواستیم. داخل این چند تا وسایل خیلی خوبه، مثلا نقشه ایناست داخل اینم کل نقشه دنیاست، کل نقشه این. الان ما همینجا سبز هست، ما اینجاییم. باید بریم از این پشت، اینو میبینین پشته، از اینجا باید رد بشیم یا باید جلو بریم. اینجا میبینیم همش آب، قایق مایق. الان باید از این پشت رد بشیم. آسانسور هم گذاشته. من قبلا از کوه رفتم ولی الان آسانسور رو دیدم. آسانسور اونجاست. اونا الان از آسانسور وقتی که رفتیم بالا یه دونه پل میبینیم، پل شکسته. اینا اوی پل شکسته میبینیم، پلش سخته ازش رد بشید، یکم زمان میبره. از اینجا میان اینجا، از اینجا میان اینجا، یه پرش میزنی میشینی رد میشی، یه پرش میزنی میشینی رد میشی. بعد از اینجا میای اینجا، بعد میپرن اینجا، بهتون جامپوست هم میده، خیلی پرشتون رو بلند میکنه. اینجا به پله نیازه، من یکم خاک کندم پله ساختم.
الان میایم بالا، پشت سر رو ببینید. فقط چقدر بزرگه اینجا. 2 نفر فقط اینو ساختن، 2 نفر. عکسشون هم هست داخل این خونه ها. عکس اژدها خیلی باحاله. بریم اینجا همون قایقه، همش قایقه. بریم نشونتون بدم. ببینید داخل کشتیاش هیچی نیست، فقط دو سه تا تخته، ولی این وسط خیلی وسایل جالبی بود. اینو داشت که الان دستمه، عوضش بکنم جون زیادتر. لباس اینا هم داشت. الان ببینی من لباس دارم. بعد الان میریم پیش قایقا. اینجا همون گفتم بیکینی باتله، خیلی شبیشه اینا جلوش. باید اینو بزنید. زدیم. خب من اینا رو نزدم، نمیدونم چی میشه. بهتون از اینا میده. الان به من چی داد؟ الان هیچی نداد. هوا رو روز کنم. هوا نه، هوا دیگه، آسمون رو روز کنم. از پنجره وارد میشیم. بعد میرید داخل این کشی. گفتم فقط داخل کشی تخت داره. من اینم کنده بودم، گفتم زیر شاید چیزی میزی داشته باشه، مثلا مثل صندوق داخلش یه عالمه وسایل باحال باشه. ولی الان میریم بالا. ببینید یه قصر خیلی بزرگه جلومون. قصر رو ببینید. یا خدا، فقط این طرف هم یه قصر یه قصر کوچولوه که از چی بود؟ طلا ساخته شده. داخل این قصر برم نشونتون بدم چقدر باحاله. خیلی بزرگه، 1000 تا جا داره، یه عالمه خوشگلی داخلشه. اینم یه نوشته است وسطش، اهمیت نمیدیم. ببینید چه خوشگله. اینجا درخت مرخته. از این پله بری بالا یه منظره خیلی خوشگلی میتونید ببینید. ببینید اینجا رو. بپرم ببینید چه خوشگله. یکم خوشگل. این ماموت فکر کنم. این دماغاشه. فرود بیام. عجب فرودی. این همون قصر طلایی است. کوچولو که نیست ولی خیلی بزرگه. این خیلی تر بزرگتره. ببینید داخل این قصر نمیتونیم بریم فکر کنم. بذار ببینم، شاید یه راهی داشته باشه. داخل اینم خونه است، نرفتم داخلش. ببینید نمیدونم از کجا باید واردش بشیم. خیلی بزرگه. این بالا خونه است همش. این فیل بزنی میزنته. بزنم. زدم. بزنم چرا؟ کاریم نداره من چرا؟ ترسیدم بابا. وای نزد. خب از همون جای اول اومدیم. خب بس دیگه، 14 دقیقه شد. مرسی که از این که این ویدیو رو دیدید. یادتون نره چنلمو سابسکرایب کنید و قلب سفید و قرمزش کنید. دنبالم هم کنید تا ویدیوهای دیگه. خدا نگهدار.